السلام علیکم همدیاران عزیز اعضای گروه انگور و باغ. امروز 18 اپریل سال 2024 می باشد و من قرار دارم در باغ خودم در ناحیه ورزوق و من به شما یک مرتبه همین گلاس رو بریده گفتم که ما خدا خواهد فرموراف که گیجیبی میکنیم و 16 یا 32 تا یک از همین جا لیدر میبریم که گلاس ما خوش صفت بیاید و بسیار بندد. این متد گیجیبی متد آمریکایی می باشد و در ازبکستان حالی بسیار استفاده برده شدن دمونه. همین رو ما سر میکنیم در اینجا استفاده برش و تجربه از من سر میشد خدا خواهد. برای متد گیجیبی کردن ما باید همینجا ما وقتی که بریده بودیم تیرمو بهار من اول آخر زمستان من یک تا و دو تا نوده موندگی بودیم و در از زمین بالا 40-50 سانتی متر مونده بریده بودیم، هرچند که 40 سانتی متر باید بریم. اکنون چیکار کردن در کار؟ انا اکنون از اینجا ببینید بسیار نوده زده است. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ما این نودهای تک با ما در کار نیست، با ما در بالا نوده در کار که بالا بسیار شده رود از روی زمین نه. برای این ما باید که وزیر ما قسم پایین رو توزه میکنیم و نوده رو به قسم بالایی میتیم قسم بالایی میتیم تا قسم بالایی تیستر بلند شود و ما یک مپس باز خامتاک کنیم و اگر 4 تا کنیم 8 تا کنیم مثال کمی کم 8 نوده با قوت گیریم از زمین. برای این چیکار میکنیم؟ پایین رو توزه میکنیم. من هم پایین رو قسم پایین رو توزه کردیم و در اینجا موندیم 1 2 3 4. من هم یک دیگه هم درونتر آمدگی است، مونیم نمونیم این درون آمدگی نمیمونیم کندیم 4 تا موندیم. قوت رو یعنی اینا دیگر قوت استعمال نمیکنن و قوت رو در همین 4 تا دادیم. همین 4 تا ایمو تخمینا 50 سانتی متر شود. باز دو بغم انا خیلی دو بغم مونده، من اینا رو میبرم این 4 تا 8 تا شود و همین خیلی من 16 و یا 32 دا نوده یک خیل لیدر یک خیل نشونمایشان باید من با وای رسانم در مدت 3 سال و از وی میوه گیریم. خدا خواهد این چخیل نشونمو مییابد، این چخیل میشود، چخیل میوه میدهد، نصیب باشد خدا خواهد من به شما نشون میدم و شما از همین تجربه من یاد میگیرید. با خوی گلاساتون رو همین خیل فرمیراف که گیجیبی میکنید، میوه خوش صفت میگیرید و نگفته نماند که این نوع گلاس لاپینس است، گلاس های نو برآمد که در جهان بسیار بزرگ خریدار دارد. ما از این گلاس آوردیم، فروختیم، تمام شد و باز سال آینده میبیاریم. لاپینس، سویت خرد، سویت اریانا، کاردینال و دیگر گلاس ها رو که ما آورده فروختیم تمام شد، باز میبیاریم. با کدام اگر باقی گلاس میکند امسال با ما در تماس براید، ما با او میبیاریم نهالش رو و کمک میکنیم برای بنیاد نمودن باقی گلاس. گلاس این میوه خوشخور است، در بازار بزرگیر است، در خود هم بازار تاجیکستان به فروش می رود. اگر شما گلاستون خوش صفتی کلان باشد هیچ وقت با نرخ ارزان نمیفروشید و توصیه میتیم که گلاس های خوش صفت و بزرگیر تربیت کنید. هم نوعی خوش صفت باشد، هم اگر تکنیکش رو اجرا کنید که وای گلاس شما کلان شود و در بازار 2-3 سومونه و شما 10-15 سومون فروشید که صاحب پول شوید و همون میخوردگی آدم هم به شما رحمت گوید. انا این همدیاران عزیز یک مایدچه نوار بود اویدی تجربه من برای سبزانیدن گلاس در شکل گیجیبی فرمیراف که میگن روسیش قطی گیجیبی. انا همدیاران عزیز اگر معقول شدگی باشد یکان لایک مونید، یکان برکلا مونید، فدلیت کنید. میبینم که یک 8000-10000 پرسموتر است و پدلیت 14-15 آدم است. نمیدونم همین چلیکتون درد میکند می همین لایک چی خیر نمیدونم میترسید می
این با من لایک یگو در کار نیست، پولم نمیتیاد، خوراکم نمیتیاد. لایک هم معنی دارد که شما لایک موندید و یک رفیق دوست شما میبیند و رو از همین یاد میگیرد. انا همدیران عزیز، من وقت و مالکم رو صرف کرده به شما نشون میتیم. شما یک سکوندم نه، یک 21 سکوند صرف کنید یک لایک جخید، اگر بسیار خوب میشد. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.